یک مرده که لیلابادی ساعتی ممکن همه 10-11 همی 11 تومن اخوجان دوشنبه اومد و ماشین خطی یکی چراغاش میموره وای نوشافی نمیدونه چی کار کنه ایسوسو نگاه میکنه که یک همین ماشین قفا یا ماشین چراغاش گیران اومده ایسه انا میگه یک ماشین اومد قفاش میشنم در ماشین میشینه تیار میسه ماشین میگذاره قفای میره یک اون ماشین نیسته اینم ایستاده او یکا اون ماشین تگیر ما گذاریم او یکا کجا میگذاریم ما حولیم بر رسیدم ملکه شما قفای من کجا میرید یک کسی که دیگه شود یک مستفید دیگه بیا نه خیر رفتشین ولی اکی بختی بیر بگب زن بعد یک مستفید دیگه همین گوشا گو میکنه پریشان خاطر ایسوس همین سرش ویران بعد در اونی ترالیبوس با میشیند لبه اکی بختی رو میگی او جهازی میبیر رفتشین جان تسد ما تگی بلابا نمان بعد پریشان خاطر در اونی ترالیبوس انا آمد بیا جورا جان بیا زیبی مجلسم یک قرصه برای این بچه دو بار میبرم و نامه نکنیم السلام علیکم شما نغزین تینجین سلامتو نغزای نامو چیه؟ صنوبر دختری؟ ها ما با بچه کده برای چکم فتا گشتیم اینه کو قندو تا انم خیگرد یگون بچه تو با لیز نمیگرد اگر کلام شوی کو اون من دور میگریزم فهمیدی یا؟ تو چه برای بچه؟ переводчик یک کسی دیگه کی این بچه که شروع بیا سلام کنیم اینجا بیا با جلوشه بیا اینجا السلام علیکم تقا جان نغزه تیجه خوبی نام شما چی؟ چی گفت؟ دقت نامتون چیه؟ چی گفت؟ نامو چیه؟ صنوبر نامی بچه چیه؟ نام تا بگو نامش چی بوده؟ افپر تو ای کجایی؟ ای دنغره خرسک دنغرگی نامش چی بوده ای بچه؟ نامش چیه؟ تو ای کجا آمدی؟ اخانه قنده جوره منی از من چه شکلات پول میتیم هر دومو جورا این همسی فی من مازش گوری خمایداش دو رفت همسی بوده ما قطی کی آمدی اخانه قطی کی خانه میری راو خاچوا مردمی دنگاره که دیگه میزنیم سنابره قطی کی اومدی؟ قطی چم آتات کو؟ آتم خونه ده دا دنگاره؟ چند روزه اومدی؟ 8 روزه یکنیم هفته ما تو میستیم جوره دایی دوشنبه 8 روز اومده آتات نغز ببینی آچتا آچتا کندو تزن این لباسه کی خری؟ آتم پولا کی دو؟ آتم آتات کار میکنه؟ ها دا کجا؟ در خونه آچات چی کار میکنه؟ آتم کار میکنه آتات در خونه چی کار میکنه؟ در خونه کار میکنه چی کار میکنه؟ کار چی کار؟ کار میکنه چی کار؟ اوقات میکنه چی با که قرصک نمیزنی تو شما برای واه قندوش ازنن سنابر جان آتش کار میکنه یعنی اوقات میکنه آچت چی کار میکنه؟ میخره قندو تزن
تو آچه نظم میبینی یا پولا؟ پولا. یک قرصه برای صنوبر بانو. خوش آمدید. یک گلدسته صنوبر بیا. ایدنگر آمده اینجا بیا. همون بخ 84 بگو همین گل مهمان داده. آج جان شما. با گل ایدن پس گیر بیا. آج جان شما ایدن. زنده باشه سلام باشه. تاغا جان سلام علیکم. چیکار شما نازمی تیزمی؟ این بخ 84 ببینید. ای 7 ساله مخلص داره. شما کجا اومدید؟ ما ای خطلو زمین بستان زمین. شما مخصوص برای بخ آمدید می؟ کدام سرش معقوله؟ آرام آرام بست کدام سرش معقول؟ جنبان 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 زنده باشی. اگر بخ 84 بخ اینجا بیا برو قرصه که استقبال میگیریم. بخ مهمانو ای تمامی کنار جنوبی هم وادی ختلان و زرافشان و بدخشان و ناحیه‌های تابع مرکز اومدن. شما این بزم نوروزی بخ 84 بود و با نگفته نماند که ساعت 5 دویم سیان سرودهای تر و تازه بخ همش مایلش. بعد اونی که گفتیم ساعت 5 با دویم سیان میشه سرودهای نو میخونی. این مایلا و خیلی گل دخترای جوانو مایلش تاغام ببینید کجا اومدن. پرسید کدام سرود معقول؟ پرسید ها یک دو سه جنبان جنبان معقولش ندیدم اونجا. جنبان جنبان الان که فهمیدید شما با یگون سرود دیگه میدونید شما تاغا جون شما چند ساله 58 نیکی دامرتون چینا رو هم نمونده گاب نیست صدقه سر اکای با 74 مخلص که از ما دستیم این مخلص ما اونجا شناخته کردیم تا همه کنسرت هستن نام این مخلص علی پرسن فایز علی همین تاکه فایز علی می فایز علی واه یکاس دو نام داره تمام کنسرت های با 84 است همین کسی او زنده باشین سلامت باشین الهی برای یک قرص برای مخلص دویمی با 84 زنده باشین سلامت باشین تمام بیا سر میکنیم اکن بیا بیا ما مصلحت کردگی مردمی دنقره کردی سلامت باشی حالی آدم پس با برو جوی خواهرجان ای جوره جان میگم خشه مرحمت جنبون جنبون اومن یک صحبتی آزاد میشوه کدام ای گل دخترا مخلص اشهدی بخ 84 شما این یگون سرود چه میدونی بیا مرحمت دو مصرش کی میخونه سرودی بخ 84 کی بای بیا اینجا بیا بیا دو تا دختر بیا 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 باکی شما چی خواهر بیا لا یا بیا 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 اینجا بیا بیا خواهر این دیگر نه برو واه بیا ندا ها یه سلام نام شما رابیا بون نام شما دلانگیز ایجاستو ما پیش رابیا استون بخیر تماشا کن جرا زور میبینم خب شما از کجا دلانگیز دوشنبه شما از کجا وحدت سلامت باشین خوش اکشش نختی کی این کرد با 84 او سلامت باشین یکون سرود معقول تو با کدام سرود چه میدونی کی جنبان جنبان آخه این جمهوری یکون بالا داره جمهوری چی معنی داره بیا وای گوید ها می جنبانی چیه زمین و زمانه چی رو می جنبانی زمین زمانه چی خیلی می جنبانی ای خیلی می جنبانی همین جنبان همین خیلی می کنی خان تو جنبان نگو دو بسرش خان جنبان جنبان خوش رو جنبان قدی لرزانم من بردم در هر دو چشمای شیرین آرامی جانب بناز میره یا ایستا من قدماتا آیستا تر با جمان کی نشکنی کبلو کتا یکی میرنگز جان استادر جمهوری که کبلو که بونش میره مالش می شما یکون سر دیگر چه میدونید بخیر همین میدونید میخونیم گپ نیست مرام نه من نه مالش حاضر میخوند یکی کبلو که احتیاط کنید مالش می سلامت باشین روی زنده باشین جنبون
رفتی مرحبا سلام علیکم